بیا یادت بدم با کارتون یه خونه خوشگل واسه گربت بسازی. سلام، من جانا هستم. خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطوری یه خونه کارتونی خوشگل و در عین حال محکم برای گربتون درست بکنید. برای شروع کار ما به کارتون احتیاج داریم. بچه‌ها کارتون معمولی به کارمون نمیاد. باید کارتون اسباب کشی تهیه بکنید که خیلی ضخیم و مستحکم هستش. مداد و خطکش و کاتر هم لازممون میشه و از اونجایی که من کاتر نداشتم از چاقو استفاده کردم. یه نکته هم راجع به کارتون اسباب کشی بهتون بگم. کارتون اسباب کشی تو سایز و ابعاد مختلفی وجود داره. مدلی که من گرفتم سایز 40x60 40 عرض 60 طولش در ارتفاع 40 سانت هستش و من پک 5 تایی کارتون اسباب کشی خریدم که شد 340,000 تومان. یعنی دونه‌ای برام افتاد 68 تومان. اول از همه اون کارتونی که حالا نیمه آماده هست رو از قسمت‌های معین تا می‌کنیم و یه جوری سر پاش می‌کنیم. بعد مثل ویدیو از گوشه کارتون نزدیک در مقداری رو علامت میزنیم و بعد با کاتر یا چاقو برش میدیم. این مقدار میتونه بین 5 سانتی متر الی 8-10 متغیر باشه و هرچی این عدد کمتر باشه شیب شیربونی شما کندتر و هرچی عددش بیشتر باشه شیب بیشتر و اون حالت مثلثیش تیزتر میشه. پس از 2 تا گوشه در اون مقدار مورد نظرمون رو علامت میزنیم از هر 2 سمت و اون فاصله رو با چاقو برش میدیم. من 5 سانت به طور مثال جدا کردم و برش دادم. اون 2 تا نقطه‌ای که علامت زدیم رو با خطکش میتونیم حدودی به هم وصل بکنیم و بعد اون قسمت رو با حالا خطکشی پشت چاقوی آهسته یه حالت رد بندازیم و بعد از همون ناحیه سعی کنیم تا کنیم. میتونید از خود خطکش هم کمک بگیرید که خطکش رو بذارید و بعد کارتون رو هل بدید تا اون قسمت تا بیفته، به صورتی که انگار اصلا خود تای کارتون از همون ناحیه شروع شده. بعد همین کار رو با درب روبرویش هم انجام میدیم و به همین صورت اگه اون 2 تا قسمت رو به هم دیگه نزدیک کنیم میشه گفت حدود شیروانی ما مشخص میشه. حالا برای اینکه دیگه ابهامی نباشه کارایی که تا به اینجا کردیم و تو این تلویزیون کوچیک مرور میکنیم. میایم و یه مقداری رو حالا 5 سانت بر اساس سایز کارتونتون از اطراف سانت میزنیم، با خطکش به هم وصل میکنیم و با کاتر یا چاقو برش میدیم و بعد اونها رو تا میکنیم که شیروانی خونمون حدودش آماده بشه. در ادامه جعبه رو سر و ته میکنیم و میریم سراغ انتهای جعبه. با 2 تا درب بزرگتر کار نداریم و 2 تا درب کوچیکتر رو 2 تا نوار از توش نگه میداریم و الباقی رو برش میدیم. مثلا از هر 2 طرف 5 سانت رو نگه میداریم، به هم وصل میکنیم و الباقی در رو قیچی میکنیم و کارتونش رو کنار میذاریم. با هر 2 تا در کوچیکتر این کار رو انجام میدیم. حالا مجدد جعبه رو برمیگردونیم. اون 2 تا قسمتی که از ته جعبه از در کوچیکا برش داده بودیم اونها رو میگیریم و هر کدوم رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. قسمت اول رو که به 2 بخش تقسیم کردیم میایم و به لبه داخلی در همونطور که تو ویدیو میبینید با استفاده از چسب میچسبونیم. میتونید از چسب چوب استفاده کنید، میتونید از چسب حرارتی استفاده کنید که من خودم از چسب حرارتی استفاده کردم و به لبه داخلی نگه میدارید که کامل بچسبه. هم میتونید با دست نگه دارید و هم میتونید از این گیره های لباس استفاده بکنید که وقتی اون قسمت رو با دست نگه داشتید گیره بزنید که کامل فیکس بشه و وقتی که خشک شد شما گیره رو باز بکنید. قطعه بعد رو هم به سمت مقابلش به همون قسمت میچسبونید و گیره میزنید یا با دست نگه میدارید تا چسبش کامل خشک بشه. در ادامه قطعه بعدی از درب که برش داده بودیم رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و میبریم و هر کدوم از اون قسمت ها رو هم از وسط تا میکنیم. حالا از قسمت روی اونها همونطوری که تو ویدیو با انگشت بهتون نشون میدم این 2 طرف رو چسب میزنید و بعد از اینکه آغشته به چسب کردید شیربونی رو با دستتون نگه میدارید و این مثلث چسبی رو اون داخل میذارید و به لبه های کارتون از بالا فشار میدید که لبه های شیربونی به اون مثلث ما بچسبن. اون یکی مثلث رو هم به همین صورت آغشته به چسب میکنیم و از طرف دیگه
داخل شیرمونی میذاریم و لبه های سقف رو بهش میچسبونیم و با دست نگه میداریم و قسمت اضافهش رو هم میتونیم با قیچی برش بدیم. بریم برای مرور کارهایی که تا اینجا کردیم و تو این تلویزیون کوچیکه ببینیم. بچه‌ها شما فیلم برداری رو از بالا به پایین انجام دادم و پای دوربین رو به صورت عمودی طوری که از بالا به پایین فیلم بگیره فیکس کردم. این که الان از این ویدیو نمای پهلو کار رو هم ببینید باعث میشه که تصویر ذهنی دقیق تری برای درست کردن خونه داشته باشید و بتونید راحت تر اون رو بسازید. و بچه‌ها این ویدیویی که من براتون گذاشتم که حالا یه ویدیو خارجیه و فرد داره با یه کارتون نازک اینو میسازه، ساختن خونه با یه کارتون نازک خیلی راحت تره. از همون برش دادن و تا کردن و همه اینا گرفته خیلی کار ساده تریه، ولی یه پرش گربه روی این خونه داشته باشه پرس میشه اصلا کلا، یعنی همه زحمتتون سلیقتون به باد میره. یه خورده کار با کارتون اسباب کشی سخت هست ولی به نظر من به نتیجهش و موندگاریش میارزه. اما الان این چیزی که ایشون میسازن در عین قشنگی متاسفانه هیچ استحکامی نداره چون کارتونش نازکه. خب بچه‌ها تا اینجاش همون جایی بود که بهتون از روی کارتون توضیح دادم. از اینجا به بعدش رو دقت کنید که روی همین ویدیو میخوام بهتون بگم چیز زیادی نمونده، اکثر کارش رو انجام دادیم. وقتی که شیرمونیمون چسبید و خشک شد میریم سراغ اون دو طرفش که باز مونده. مقوا رو برمیگردونیم بالا و اون حدود مثلثی که باید پر بشه رو با مداد علامت میزنیم. بعد مقداری بالاتر از اون رو قیچی میکنیم. حالا 1 تا 2 سانتش بالاتر رو قیچی میکنیم. بعد از مثلث بالایی یه تیکه کوچیک رو قیچی میکنیم و 2 تا لبه دیگر رو به سمت داخل تا میزنیم. بعد از اینکه 2 تا لبه رو تا زدیم داخلش رو چسب میزنیم و بعد از اینکه چسب زدیم اون رو به داخل شیرمونی فرو میکنیم و فشار میدیم تا به سقف همون حالت شیرمونی بچسبه و فیکس بشه. همین کار رو با طرف دیگه هم انجام میدیم و بعد میتونید به دلخواه و سلیقه خودتون از داخل باکس در ورودی رو طراحی بکنید و پنجره براش در بیارید و اون رو رنگامیزی بکنید و طرح و شکل بکشید. هرچند این مدل خونه مدل ساده و بدون رنگش هم زیبایی خاص خودشو داره، اما اگه دوست داشته باشید میتونید رنگ و لعاب بیشتری بهش بدید که جذاب‌تر بشه. من برای رنگامیزی خونه از رنگ اکریلیک استفاده کردم که زودتر خوش میشه و مارک رنگم هم رپین و وستا بود. من خیلی دوست داشتم خونه حالت رنگارنگ طور داشته باشه، برای همین روی سطح شیرمونی طرح‌هایی مثل حالت پولک ماهی، حالت فلس مانند کشیدم و هر قسمتش رو یک رنگ کردم که یه حالت رنگین کمونی پیدا بکنه و بعد از اینکه رنگش تموم شد با رنگ سیاه اکریلیک و قلم‌موی نسبتاً ریز دورگیریشون کردم. خود دورگیری مشکی خیلی کارو جذاب‌تر میکنه و بعد از اون 4 تا پنجره در آوردم، 2 تا روی یه سینه دیوار و 2 تا روی سمت دیگه و بدنه اصلی خونه رو با رنگ اوکر، یه رنگ خردلی طور با اون رنگامیزی کردم و بعد از اینکه خشک شد رنگش رو گذاشتم و ثبت کردم، خشک شد روش طرح آجر کشیدم و طرح آجر رو دیگه من از رنگ اکریلیک استفاده نکردم و با ماژیک پرمننت به رنگ مشکی به طرح آجر روش کشیدم که وقتی کنار هم قرار میگیرن طرح جالبی میشه. اطراف پنجره هام همونطور که میبینید من پنجره ها رو دور تا دورش رو سنگ کشیدم و پایینش رو یه حالت میشه گفت گلدون و بوته و اینا که بعدا هم روش گلای سفید گذاشتم. نمای روبروی خونم نما آجری شد و یه پنجره گرد هم در آوردم تو قسمت بالایی در ورودی و رنگامیزیشم انجام دادم و در نهایت بعد از اینکه کامل خونه خشک شد یه پتوی ژله نرم داخلش پهن کردم و گذاشتم پیش گربه ها و گربه ها خیلی خیلی از خونه خوششون اومد و ازش استقبال کردن و همینطور که میبینید کلی داخلش بازی کردن و خلاصه که خیلی دوستش داشتن. اگه شما از این آموزش ما خوشتون اومد خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک کنید، برامون کامنت بذارین و اگه از محتوای کانالمون خوشتون اومد چنل یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید.